در پی ماجرای مربوط به یک خادم اداره کنسولگری ایالات متحده آمریکا در استانبول که اصلا شهروند ترکیه می باشد، ایالات متحده آمریکا و ترکیه تقدیم روادید سفر به کشورهای همدیگر را محدود کردند. مناقشه دیپلماتی روز 8 اکتبر بعد بازداشت خادم کنسولگری آمریکا آغاز یافت. سفارت آمریکا در انکره اظهارات نشر نموده با اشاره به تحولات اخیر گفت که صداقت حکومت ترکیه به تامین امنیت قرارگاهی سفارت و کارمندانش را بار دیگر بررسی میکند. در اظهارات همچنان تاکید شده است که ایالات متحده آمریکا تقدیم روادید سفر به آمریکا را متوقف میکند. حالا سفارت تنها به آنهای روادید میدهد که برای زیست دائمی به آمریکا سفر میکنند. در پی آن ترکیه اعلام کرد که سفارتش در واشنگتن تقدیم روادید سفر به این کشور را کاملا قطع کرد. ترکیه بر این نظر است که خادم بازداشت شده سفارت ایالات متحده آمریکا با روحانی ترکتبار مقیم آمریکا فتح‌الله گولن ارتباط داشت. ترکیه گولن را به تشکیل آشوب ناکام سال 2016 متهم میکند. واشنگتن در نوبت خود این عیبنامه را بی‌اساس نامیده تاکید کرد که تحولات اخیر به روابط دو کشور عضو پیمان ناتو و متفق دیرینه لطمه میزند. روابط میان واشنگتن و انکره از زمان به سردی گرایید که ایالات متحده آمریکا به پشتیبانی گروه‌های کردتبار سوریه آغاز کرد. انکره گروه‌های کردتبار سوریه را شاخه حزب منع شده کار کردستان مینامد که 30 سال این جانب در جنوب و شرق ترکیه آشوب خونین راه اندازی کرده است.